یک کسی عاشق میشه به سر یک دختر. وقتی که عاشق و دختر میشه خواستگاری میره، برش میگن که 10 لک افغانی یا 20 لک افغانی مهریه یمی دختر است. اینی شرط داره در فلانی هتل تویش میشه، اینقدر مصارف کار داره، این تو یک لباس برش بگی اینقدر طلا کار داره. امی جوانی که عاشق شده دست بر میداره از عشق خود، چی میگه؟ میگه ما آماده هستم، میرم ایران و ترکیه زحمت میکشم شب و روز ولی ایره به دست میآورم. برش میگه تو همه یک کار که یک شیرینی بده من کلش پورا میکنم. میره در ایران، در ترکیه، در کشورهای بیرون چی زحمت هایی را که تحمل نمیشه، شب و روز زحمت میکشه تا برسه به همون دختر و رسیدن و نرسیدنش هم در شک است که آیا مرگ به سراغش میآید یا زنده بر میگرده، آیا داخل دریا ماهی میخوره یا زنده بر میگرده، یا از آپارتمان در ایران سقوط میکنه میمیره یا بر میگرده، یا در مسیر راه قاچاقبرایی را میکشن یا بر میگرده. یعنی اینقدر احتمالات زیاد هم است که برگرده یا بر نگرده. ولی اگر کسی عاشق خدا شد، خدا سر زحمت میاندازه. الله هرگز نمیگه بندیم عشق من 10 لک مهرش است، قیمتش بهایش 10 لک است. عشق ما و محبت ما شب تا به صبح عبادت است. نه، الله میگه تو با من عشق بورز، با من محبت بکن، من زندگی میسازم برای تو، من مهرت میتم، من شکمت سیر میکنم، من به تو عزت میتم، من به تو نام میتم، من به تو شهرت میتم، من به تو لباس میتم، من تو را زیبا میگردم. بدون آرایش نیاز به آرایش نداری، دقیقه به دقیقه کم دقیقه کنارت هستم، یک لحظه الهیت نمیکنم. اون محبوبی تو خود الهیت میکنه تا زمانی که پولش نتخورده دستتو نمیته. بعد از اینکه در دست دادی روز دوم قرار است که تو جنگم میکنه، میگه من خانه پدرم میرم قرار میکنم که تو عاشق من بودی مرا گپ زدی. ولی الله را بار بار دشنامش بتین، اعوذ بالله، یک بار باز بگو الله، باز میگه بیا بنده آغوش من باز است. شبم در کنارت، وقت خوابم در کنارت، وقت غذا خوردنم در کنارت، وقت در سنگر جهاد هستی در کنارت، سر نماز هستی در کنارت، ماه مبارک رمضان در کنارت، وقت درد داری در کنارت، وقت الله میگی آوازت میشنوه، وقت صحبت میکنی قطع نمیکنه کلامت، کم حوصله نمیشه، هیچ وقت تو را از در خود بیرون نمیرونه، هیچ وقت از تو قهر نمیکنه. دیواره فکر کردین تانست؟ این عشق است. عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. مولانا میگه عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. هر عشق بعد از 6 ماه دیگر تبدیل به عادت میشه. عاشقا بعد از 6 ماه نیستن. مجنون کجا شد با عشقی که با لیلا داشت؟ کی رسید؟ کی به کام خود رسید؟ کی موفق شد؟ چه لذت بود؟ کی زندگی کرد؟ کی آرام بود؟ فقط عشق خدا تو را آرام می‌بخشه، تراوت میبخشه، شادابی میبخشه. بنابراین عبادت به خاطر الله. شرک اصغر عزیزایم خیلی زیاد توجه بکنید. ما که الحمدلله شرک اکبر نداریم، ولی شرک اصغر هیچ کدام ما خالی نیست. مولوی صاحبم گرفتار است، شیخ الحدیث صاحبم گرفتار است، حافظ قرآن صاحبم، تبلیغی صاحبم، صوفی صاحبم. شکستگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. دماغت که بالا شد به خاطر عبادت، خدا میگه نه تو بنده من نیستی، برای دیگه برای تو برو کنار شیطان که رفیق شیطان است. از تکبر خدا خوشش نمیاد، تواضع، شکستگی و عاجزی.